90% آقایون تو خونه جانماز ندارن، یه مهر دارن شکسته چرکی. مهر رو برداشته انگار میخواد هفت سنگ بازی کنه، افتاد اونجا با پا میکشه عقب، شکم نمیذاره دل داشته، تنظیم قله با پا. تیپ آقای موقع نماز یه زیرپوش پیژامه اینجا شروع میشه، پاها عقب برداشته باز الله اکبر، یک سوره توی خمیازه میره بسم الله پازالی 7 آیه توی خمیازه. اصلا قاریا نمیتونن همچین کاری انجام بدن. خانوم‌ها بعضی وقتا تو احکام چیزی میگن خدا میگه من در جریان نیستم، خودش قرار بوده، خدا میگه من در جریان نیستم. اینو مامانت گفت، این اصلا من. ولی آقایون احکام میگن هلو، اینجا نجسه کو با فوت تمیز میشه، بهش میگن فوت غلیظ، 3 بار که فوت کنی کلا تمیزه. برای همینه دیدید مثلا مامانه میخواد به بچه نمازو بگه، رفته وضو گرفته اومده پشت آرنجت خشک، میگه مامان خدا ندید تو چجوری دیدی آخه پشت آرنج من. حالا باباش اومده، بابا خیلی خوبه، بابا در اومده تو، بابا وضو ندارم، بیا پاکه بیا 8 ساله که وضو نمیخواد.